تحصیل و آموزش از اولویت‌های همه افغان هاست. حتی در مناطق محروم و دورافتاده مثل خنجان در بین کوه‌ها این شاگردا با حتی نبودن ابتدایی ترین لوازم آموزشی گرد هم جمع میشن و به تحصیل و آموزش میپردازند. میخوایم ببینیم که چه مشکلاتی دارند و چقدر شور و شوق دارند به خاطر رسیدن به مدارج بالای تحصیلی. این مسائل گوشه‌ای از مشکلات تعلیمی این منطقه محروم و دورافتاده است، اما با همه اینها به درس و تعلیم و آموزش ادامه می‌دهند و امیدوار به آینده این اطفال هستند. شاگردان خود در عموم علاقه بیشتر دارن که تدریس درس بخوانن، زحمت میکشن، میان بیچاره بعضیشان حتی خانهشان بسیار دور هم هستن که حتی از منطقه دور دمیجه میان پیاده میان، حتی موتر هم عملا ندارن، درس میخونن، بسیار به شوق علاقه میان. ما من حیث یک معلم یا مدرس در این مکتب ما خیلی امیدواری زیاد از شاگردان دارم، به خاطر از اینکه شاگردای ما از لحاظ استعداد واقعا خیلی که بالا هستن. دیگه محیط ما چون یک ذره مشکلات ترانزیت است که نزدیک مکتب است، دریا است، سر و صدا یک ذره زیاد است. اگر یک ذره ما فضای تعلیمی و تحصیلی اگر ما داشته باشیم، یک ذره اتاقای منظم داشته باشیم، یک ذره احاطه مکتب ما درست‌تر باشه که مثلا سر و صدا از بیرون مزاحمت نکنه، برای تدریس ما، برای تعلیم و تحصیل ما، برای شاگردای ما خیلی که مفید است. مشکلات ها را ما داریم. از سنگ پرک بیخی به اندازه است. این یک دره قیت است. یک دریایی که فهمیدید کوه‌هاش هم اما سربر فلک است، کوه هم چند هستند، بسیار خطرناک است. یک مال یا یک حیوان که در کوه هم میگرده یک سنگ خطا میشه. سابق که بودی کوه ها بسیار جنگل داشت، زراعت داشت، بسیار جنگل های داشت که هر کدامش تقریبا 50 سیر، 100 سیر، 150 سیر چوب داشت. سنگ نمی آمد. حالا کوه ها لطف شده از جنگل نمانده است، سنگ می آید، برای همین موترام خطر دارد، برای مردم راحت هم بگم که چه بسر بالا میره خطر دارد، برای شاگردای ما هم خطر دارد، برای می خانوالای همی دره که هستیم تا بالا خطر دارد. فقط همی دره خود روزبالی تا دن تونل که می‌بینی کلش خطرناک است.